و موضوع صحبت ما رشد صاحبکاری در کشور و همچنین نقش صاحبکاران در رشد اقتصادات مملکت می باشد. از جانب صاحبکاران ولایت نیز جهتی رشد دادن اقتصادیات، جهتی جلب سرمایه به اقتصادیات ولایت کاربری کردنش ساده است. چه فایده از اون کارخانه‌ای که با کار می‌دارد و بعد یک چند سال فعالیت خودش را قطع می‌گرداند. برای اون که صاحبکار پیشروی به رود یکم درجه دانش و ملکی خودی صاحبکار. نه همیشه صاحبکاران از فعالیت خودشان مخصوصا از مشکلاتشان سخن کردنی هستند. یعنی که نه همه صاحبکاران گویم اگر حقوق‌های خود را می‌دانند. اون چیزی که اون طلب می‌کنند از دایره قانون بیرون می‌برد. صاحبکاران امکانات دارند که تا ینوری سال 2023 از همه سنجش‌های نهادهای نظارتی آزاد باشند. 2 سال پیش یک دکان شدم، بازی صاحب دیم دکان شدم. هم در فعالیت صاحبکاران وقتی که حقوق پوشیده میماند، هر یک مقامات سنجش کننده و نظارت کننده از آن سوء استعمال کرده میتواند.